هر برادری باشد، چه ازبک باشد چه تاجیکی که اگر با عمل باشد، با تقوا باشد، با خدا باشد، با سنت رسول الله باشد، در نزد اون مقام بلند دارد از نظر به نظر ازبک. اگر برادر ازبک اگر نظر به تاجیک با عمل باشد، متقی باشد، پرهیزگار باشد، این ازبک در نزد خداوند مقام بلند دارد. لیکن در نزد خداوند همگی همون معتبر دارد که اون چی باشد؟ با سنت رسول الله باشد. در حالت که خداوند به نسب تو نگاه نمی کند، به شکل تو نگاه نمی کند که سن ازبک یا که سن تاجیک این نگاه نمی کند، بلکه خداوند به کجا نگاه میکند؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم واموالكم وانسابكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. خداوند به شکل تو نگاه نمی کند که تو غرمی هستی، این که سن ازبک سن ایران نگاه نمی کند، این که تو غرمی، این که تو سیدی، این که تو ملاهی، این که تو مولوی، ایران نگاه نمی کند. به جسمت هم نگاه نمی کند که تو بزبلهی، این که تو پهلوانی. به نسبی تو نگاه نمی کند که نسبی تو از فلان زاده هستی. پیامبر خدا فرمودند که شرف الانسان بالعلم والادب لیس بالمال والنسب. بزرگی تو که هست به علم و ادب تو معلوم است، نه اینکه به نسبی تو، به مال تو. خداوند به دین تو نگاه میکند، به اعمال تو نگاه میکند. اعمال تو خوب که باشد، بود اون درگاه خداوند تو تقرب حاصل کرده میتونی. یک اون حبیب الله آمد بین من و تو الله آشتی کناند، اون حبیب الله بود. پیامبر خدا فرمودند که من اصلح ما بینه و بین الله، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کسی بین خودش، بین الله معاملهش را درست بکند، الله بین او بین مخلوقاتش معامله او را درست میکند. حاضر نگاه بکن، پسر که هست گپی پدرش را نمیگیرد، دختر گپی مادرش را نمیگیرد، محله به محله خوب نیستند، همسایه به همسایه خوب نیستند. به کدام خاطر؟ به خاطری که از اون الله مردم دور شدند، تعلق به الله را کنده کردند. به کدام خاطر؟ به خاطری که از الله دور شدن که گرفتی، پسرت گپت را نمیگیرد، پسرت گپت را نمیگیرد. لیکن اون حبیب الله آمد بین تو و بین الله تعلق کامل کنان، اون حبیب الله بود. اون حبیب الله همین را میخواهد که بندگان من یار معلق تازه کامل اون الله باشد. یار تو بندگان نباشد، مخلوقان یار تو شدن نمیتواند. یاری اصلی اون الله هست. هر کسی به اون الله یاری کرد همه چیز را در بر گرفته میگیرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیثی الله را روایت میکند که یا عبدی انی احبک، یا عبدی انی احبک. خدا میگوید، مرا میگوید، شما را میگوید که انی احبک، ای پسر آدم، ای رامتی ها، ای آنگزاباتی ها، من شما را دوست میدارم، من شما را دوست میدارم به حق و به عزت و جلال کل محبا. به حق من، به بزرگی من، به عظمت من، به کبریایی من تو همه را دوست بدار. اون الله که تو را میگوید من تو را دوستت میدارم، تو از اون با چیکار میکنی؟ رو میگردانی. گپی پدرت را نگیر، میگه برو گم شو رنگت نبینم. گپی مادرت را نگیر، رو در گور میگوید. زمین بکشد الهیم بمری میگوید. 20 سال عمرت در زنا گذشت، در فسق و فساد گذشت، 40 سال عمرت بینمازی گذشت. اکنون آمدی توبه میخواهی بکنی، دست به سوی پروردگار میبرداری و میگویی که یا ربی. خداوند نمیگوید که رو در گور، تو هم وقت در کجا بودی نمیگوید. خداوند چی میگوید؟ لبیک یا عبدی و سعدیک. ای بنده من حاضر هستم، بگو. همون طوری که اگر من بچه ما فریاد بکنم، یا موسی اگر بچه‌ش فریاد بکنه، یا شما اگر بچه فریاد بکن، بچه در بیرون مسجد باشد، خود در داخل مسجد بچه تا بگو که یا عبدالله. اگر پسرت اگر از همون بیرون بگوید که لبیک آتا، لبیک پدر، خوشحال میشی، وقت چاق میشد. لبیک میدونید چی است معناش؟ الله میگوید که لبیک یا عبدی و سعدیک. ای بنده من حاضر هستم، از سر تا پا من در خدمت هستم، بگو هر چیزی که میگی، بگو هر چیزی که میگی.
لیکن اون الله رو نمیگرداند. اون الله میگوید که من تو را دوست میدارم. این وجدتنی وجدت کل شیء و این فقدتنی فقدت کل شیء. ای بنده من، ای رامیتی، اگر تو مرا یافتی تو همه چیز را مییابی. عزت میخواهی با من بیا، مال میخواهی با من بیا، صلح میخواهی با من بیا. در مقابل دشمنت دوست میخواهی، سلاح میخواهی، صلاح میخواهی، من با تو هستم، من با تو هستم. این وجدتنی وجدت کل شیء. تو یافتی، با صیغه ماضی گفت تو یافتی. اگر مرا گم کردی و این فقدتنی فقدت کل شیء، اگر مرا گم کردی، با من یاری نکردی، تعلق با من نکردی، همه چیز را گم میکنی. همه چیز را گم میکنی. بجای عزت ذلت پیدا میکنی، بجای خوشی ناخوشی پیدا میکنی، بجای صحتی تو مریضی پیدا میکنی، بجای جنتی تو جهنمی میگردی، بجای آبرو پیدا کنی تو ذلتی خاری مییابی. و انا خیر لک من کل شیء. و من برای تو از همه چیزها بهتر هستم، از همه چیزها بهتر هستم. با اون الله یاری بکن برادر، با اون الله که یاری کردی ایرا بدان که همیشه با یار خدا میشی. حضرت مولا میفرماید که من یاری کردم، من یاری کردم، دل به قراری کردم. یاران این زمانه مثل گل انارن، از دور جلوه دارن، نزدیک بوی ندارن. یعنی فایده ای ندارد. یاری اصلی اون است، به اون باید یاری کرد. به اون یاری که کردی دیرا بدان که تو هیچ غمی نمیخوری، هیچ غمی نمیخوری. برای یاری کردن ملا بودن شرط نیست، عالم بودن شرط نیست، ایشان بودن شرط نیست، مولوی بودن شرط نیست، عادی مسلمان بودن شرط است. اون مسلمانی که همیشه رابطه دلت با الله باشد، رابطه دلت با الله باشد. در زمان حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه یک مرد مسلمانی بود، مرد عادی بود، مسلمان بود، شیخ بود، مستفید بود. مانند این شخص چیکار کرد؟ الله داشت. یک روز میگوید که در بیرون برآمد. وقتی در بیرون که برآمد به زبانش چی بود؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر و الیه المصیر. در زبانش همین جاری بود. رابطه دلش، توجه دلش، تک تک دلش با الله بود. چشمانش هر کجایی که خدا برای اون حلال کرده بود همونجا نگاه میکرد، کجایی که خداوند برای اون حرام کردگی بود اونجا نگاه نمیکرد. رنگی من تو نبودن که دختری بگذره دیگه نگاهش بکن، زنی بگذره دیگه نگاهش بکن، تا خانهش با چشمش نگاه بکن. این خیل نمیکرد، بلکه چیکار میکرد؟ سرش پایان لا اله الا الله گفته میرفت. ناگهان از مقابلش در روپرویش در خیابان میرفت، یک دختر با یک بچه می آمد، یک دختر با یک بچه می آمد، دو یار معشوق می آمد، عاشق معشوقا می آمدن، لیلی مجنون ها می آمدن. همون طوری که در بیرون نگاه بکن بچه با بچه چیکار میکنند؟ دختر با دختر یا اینکه بچه با دختر پای دوشکه میکند. میگه که این یاری من است، من این را دوستش میدارم. یک مخلوق گنده را میگه من این را دوستش میدارم. از آن چیکار کرد؟ اون دختر با اون بچه می آمد، این شیخ میرفت سرش پایان، ناگهان کتیف این شیخ با کتیف اون دختر زد. چیکار کرد؟ کتیف با کتیف زدن. یاری اون دختر که بود بقه دیگه خودش نشان داد. عادتا بچه ها مردمان همین خیل است، مردها همین خیل است که خودشان باید در پیش زنش، در پیش یاری دختری فاسقه باید نشان بدهد که من مردم دیگر، من مردم دیگر. اون بچه چیکار کرد؟ ایسی بیس نکرد و این شیخ را یک تپش زد. شیخ ها یک شپلاخش زد. شیخ هیچ چیزش نگفت، شیخ هیچ چیزش نگفت. سر خود را پایان کرد، گفت معذرت میخوام، گفت معذرت میخوام. سر خود را پایان کرد، دو قدم زد، دو قدم اون سو زد. این دختر با این بچه با پادوشکه کردن و با دو قدم اونها اون طرف گذاشتن. چند قدم نزد بود که این یاری دختر که بود به زمین افتید. یاری دختر که بود این بچه به زمین افتید، به زمین افتید و چکار کرد؟ واری مدعیونه شد، چشمانش ورم کرد، خودش ورم کرد، شقت قلب شد، دلش کفید، از چشمانش خون برآمد، از گوشهایش زرداب برآمد، مرد.
چی شد؟ مرد. این دختر که بود دادوای کرد آی مردمان بیاید، مردمان جمع شوید، آی مردم بیاید. مردمان آمدن بالای سر این نگاه کردن که بچه مردگی، بچه مردگی. دختر را پرسیدن که چی شد؟ دختر گفت نمیدانم. یک دم که بود در ذهن دختر آمد که شاید همون شیخ دعای بد کرده باشد، شاید همون شیخ دعای بد کرده باشد. شیخ را گفت بخپه. موسفید را گرفتن آوردن، رنگ موسفیدای ما نبودن. موسفید را گرفت آورد. گفت ای شیخ، گفت شما گفت دعای بد کردی؟ چی گفت؟ گفت دعای بد کردی. شیخ باز گفت که والله گفت من دعا نکردم، من دعا نکردم. بلکه ماجرا چی هست؟ این تو را شپلاق زد، تو اون رفتی این طرف افتید مرد. شیخ میدونی چی گفت؟ هندوستانی بود، به همون زبان هندی خودش گفت که بایی گفت یا یارون که افس که بده، بایی یا یارون که افس که بده. گفت که برادر گفت این معامله بین دو یار است، معامله بین دو یار است. گفتن چی خیلی بفهمیم؟ باز به همون زبان هندیش گفت که اسکی یار نه مجھکو مرا، میرے یار نه الله، الله اسکو مرا. گفت یاری دختر این بچه بود، این بچه که مرا زد یاری من که الله هست، الله ارازد، الله ارازد. خدای پاک من میفرماید که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر کسی با دوست من، با ولی من، با یار من، با تعلق من اگر دشمنی میکند من به او اعلان جنگ میکنم، من به اون اعلان جنگ میکنم. لیکن برادران عزیز وقت را گرفتم معذرت میخوام، لیکن از کلام پیدا میشود، خصوصا کلام خداوندی، تفاسیرات خداوندی خیلی خیلی بیشمار هستند. لیکن در آخر همین را میخوام بگویم که از این مسجد که هست شما رامیتی ها، آلیگزاباتی ها، چیز جاگی که نباشی، از این چارچوبه مسجد بیرون که شدی با این عزم و اراده که من سنت رسول الله را زنده میکنم، من حبیب الله را دوست میدارم، سنت او را زنده میکنم. در زنمان همسریمان حجاب باشد، در دخترانمان حجاب باشد، در مادرانمان حجاب باشد، در خودمان سنت رسول الله باشد، در خانه سنت رسول الله باشد، در جاگگی سنت رسول الله باشد. ایرا زنده میکنیم، زنده میکنید ان شاء الله، با هم ان شاء الله زنده میکنیم. اگر بخواهی که حاضر، اگر میخواهی، آیا میخواهی که خداوند حاضر از اون آسمان برای تو 10 مراتب صلوات بگوید؟ میخواهی که نمیخواهد؟ همه میخواهد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلی علی مرة صلی الله علیه 10 مرات. هر کسی که با من 1 مرتبه صلوات بگوید، چی بگوید؟ صلوات بفرستد، خداوند جل جلاله 10 مرتبه برای اون چیکار میکند؟ صلوات میفرستد. از این خاطر همه با هم بگوید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد بما هو أهله. خداوند 30 صلوات برای من شما فرستاد، حاضر فرستاد، می فرستاد، نه فرستاد علکی انشاءالله. از این خاطر که از برادران عزیز این سنت رسول الله را، این جشن ولادت رسول الله را به این خاطر بگیرید. در جشن رسول الله که هست اکتفا تکیه به صلوات نکنید که من صلوات خواندم اکنون من امت رسول الله، واقعی امت من هستم. بلکه واقعی امت همون کسی هست که سنت رسول الله را زنده می کند.